ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 24. таърих гувоҳ аст ки ин сарзамин абармардонеро ба дунё оварда аст ки ҳар кадом дар замони хиш бо хират, заковат, дониш ва фазилат ба дараҷаи шӯҳрат пайдо карда буданд ки самараи умру хидмати беназир, мақому манзилаташон ҳамеша ва дар ҳама давру замон боиси ситоиш ва қадрдонӣ мебошад. ёд овардан ва муаррифӣ кардани шуҷоату далерӣ, фазлу дониш ва бузургиву тавонмандии онҳо далели эҳтироми мо ба таърих ва симоҳои таърихиву фарҳангии халқи азизамон аст. эмомалӣ раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. муҳаммад бузургтарин марди ҷаҳон ва паёмбари дини барҳақ. او در زمینه سیاست برابری و برادری مسلمانان بنیاد تمدن و دولتداری اسلامی را نهاده، دین اسلام را اول در مدینه و سپس در دیگر شهرهای عرب انتشار داد و عملاً نظام دولتداری عربها را به عرصه تاریخ آورد. محمد هنگام آغاز فعالیتش در مدینه به خاطر از بین بردن خصومت داخلی و متحد ساختن تمام اهل یثرب حتی با یهودیان قرارداد بسته پیروی آنها را از دین سابقشان منع نکرده بود. موافق متن این قرارداد، یهودیان بنی عوف با مؤمنان متحد و در حکم یک امتند. یهودیان پیروی دین خود و مسلمانان پیروی دین خویشند. یهودیان در جنگ عهده‌داری مخارج خود و مسلمانان عهده‌داری مخارج خویشند و همدیگر را بر ضد کسی که با پیروان این قرارداد به جنگ برخیزد یاری کنند. حوادث و اختلافاتی که میان پیروان این قرارداد رخ می دهد، مرجع آن به خدا و محمد رسول اوست. محمد خطر حمله احتمالی دشمنانش را از مکه پیش بینی کرده، میخواست در میان قبیله های مختلف مذهب و گوناگون نسب یثرب صرف نظر از خصومت و کینه های دیرینه شان اتحاد و همپیمانی پدید آورد. او عدالت و برادرخواندگی و مهربانی و دستگیری بین همدیگری امتان را تلقین کرده، مظهر دین و احکام تمدن اسلام را به علی ابن ابو طالب چنین شرح می دهد: معرفت سرمایه من است، عقل اساس دین من، محبت اساس کار من، شوق مرکبی من، یاد خدا انیس من، اعتماد گنجینه من، غم رفیق من، علم حربه من، صبر ردای من، رضایت غنیمت من، فقر افتخار من، زهد حرفه من، یقین قدرت من،
راستی شفیع من، عبادت مایه کفایتی من. کوشش فطرتی من است و خوشنودی من در نماز است. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. محمد در مدینه برابر انتشار اسلام به صفت حکم نیز نام برآورده، بسیار مسئله های بحث طلبی میان مسلمانان را همچون پیامبر اسلام حل می کرد. بحث های دینی که میان علمای یهودی و پیامبر اسلام صورت می گرفت تدریجاً تیز و تند شده، میان آنها طرح جدایی می افکند. یهودیان به حکم کتاب خیش محمد را تلقین می کردند که چون دیگر پیغمبرانی سلف که همه جانب بیت المقدس رفتند و آنجا اقامت اختیار نمودند، مدینه را در راه مهاجرت میان مکه و بیت المقدس واسطه قرار دهد. ولی پیامبر اسلام این ادعای آنها را قبول نکرد و در اساس سوره بقره آیه 144 که برایش نازل شده بود، قبله مسلمانان را از سوی بیت المقدس باز داشته سمت کعبه را قبله آنها قرار داد. موافق عقیده محمد، خدا به حضور یهودیان و مسیحیان اهل کتاب پیغمبرانشان موسی و عیسی را فرستاده بود که کلام الهی را به آدمان رسانند، اما آنها گفته‌های پیغمبرانشان را با مرور زمان تحریف و دیگرگون و فراموش کرده بر ردیف منافقان در آمدند. از این لحاظ خدا به حضور بندگانش کتاب قرآن و پیغمبری آخرین خیش را فرستاد تا با هدایت خاتمة الانبیا آنها را به راه حق هدایت نماید. این آخرین آگاهی و رحم الله یگانه است به بندگانش و بعد این قیامت قائم می گردد و بندگان به پاداش عملشان رسیده به بهشت عدن یا آتش دوزخ می افتند. محمد همچون سید پیشوای قبیله و عقید پیشوای لشکر به تأسیس دادن دسته های سپاه شروع کرده آنها را آماده محاربه های آینده می کرد. به قول طبری از هجرت 7 ماه شده بود. حمزه را بفرستاد با 30 سوار از مهاجرین و نخست سپاه از اسلام آن بود و پیغامبر او را لیوایی بست به دست خیش، لیوایی سپید. از بس که مهاجران بیشتری ثروت و دارایی خود را از تعقیب مشرکان در مکه گذاشته در مدینه از حساب رزق و روزی داده یاران انصار خود میزیستند، در اندیشه آن بودند که به کاروانهای تجارتی مکه دست یابند و ثروت باخته خیش را پیدا نمایند. جنگ بدر. در سال دوم مهاجرت خبر رسید که کاروان تجارتی ابو سفیان، یکی از رقیبان آشتیناپذیر مسلمانان و داراترین تاجر مکه، با قافله 1000 اشتر و کالای ارزشش 50,000 دینار تحت حمایه 70 سوار جنگی به راه برآمده عزم شام سوریه دارد.
محمد صرف نظر از بعض اختلاف‌های داخلی قبیلوی تقریباً 300 مردی جنگی را با 70 اشتر و 2 اسب که در طول راه با نوبت سوار می شدند روز 8 ماه رمضان سال دوم مهاجرت 624 به مقابل ابو سفیان فرستاد. ابو سفیان از هنگامه لشکرکشی مسلمانان آگاه شده از مردم مکه برای حفظ کاروان کمک خواست. با کمک اهل کاروان مکه با سروری ابو جهل تقریباً 1000 مرد جنگی با 100 اسب و 700 اشتر آمدند که مسلمانان گستاخ را جزا دهند. عاقبت جنگ بدر روز جمعه 19 ماه رمضان 15 مارس سال 624 روی داد که لشکر اسلام را محمد به جنگ ترغیب می کرد و از پیروزی بشارت می داد. در این جنگ حمزه ابن عبدالمطلب و علی ابن ابو طالب قهرمانی ها نشان داده در صف دشمن پراکندگی آوردند. با وجود 3 برابر افزون بودن جنگاوران قریشی شکست خوردند و سربازان زیاد اسیر افتادند. این پیروزی شهرت مسلمانان را در عربستان افزود و آنها غنیمت زیادی گرفتند. شکست بدر حس انتقام و کینه‌خواهی قبیله قریش را افزوده آنها را به جنگ نو برانگیخت و پیروان اسلام را نیروی تازه و روح بلندی بخشید. شماره پیروان محمد افزوده از 5/1 غنیمت‌های محاربه بدر برای پیروان بینوا و تحکیم اسلام روانه گردید. اسیران حربی را که اکثرش اشرافان ثروتمند مکه بودند با گرفتن فدیه آزاد می کردند که این تدبیر اقتدار مالیوی اتحاد مسلمانان مدینه را می افزود. اندازه فدیه برای ثروتمندان 100 اقیه نقره یا خود 4000 درهم مقرر شده بود که با این مبلغ 80 اشتر خریدن امکان داشت. جنگ احد پس از مغلوبیت بدر که ساکنان مکه چندین اشرافان و توانگران با نفوذ و خویش و اقربای نزدیک خویش را باخته بودند، حس انتقام جوییشان بالا می گرفت. به قول طبری سبب اصلی جنگ احد مصیبت غزای بدر بود که بر اثر آن اهل قریش به همه کشورهای عرب نامه کرده و کس فرستاده از ایشان یاری می خواستند و می گفتند ما نیارامیم تا داد از محمد نستانیم. سال 3 هجری ابو سفیان از قبیله قریش و دیگر قبیله های عرب سپاه گرد آورد که 3000 مرد حربی بود با سلاحی تمام از مکه و از عرب و از ایشان 200 بر اسب و دیگر بر شتران 700 مرد بودند که زریح داشتند. برفتند و آهنگی مدینه کردند. لشکری ابو سفیان با لوازمات حربی و تجهیزات فراوان به سمت مدینه حرکت کرده 21 مارس سال 625 در ذوالخلیفه نام موضع باقی در سمت جنوب غربی 10 کیلومتری یثرب موقع گرفتند. محمد از این قضیه آگاه شده تا بیگاه 1000 مردی جنگی گرد آورد و بعد مشورت با سران لشکر به سمت شمال حرکت کرده
در قلعه شیخان برای شبگذرانی باز ایستاد. از میان سپاه اسلام عبدالله ابن ابی با 300 سربازش جدا شده با بهانه محافظت شهر راه مدینه را پیش گرفت و لشکری مسلمانان در مجموع تقریباً 700 نفر ماند. لشکری اسلام به احد رسیدند و در میدان محاربت طرزی جای گرفتند که کوه در پسی سرشان واقع بود. محمد از میان اهل لشکر 50 تن کمانور و تیرانداز را در دهانه شکاف کوه جای داده تأکید نمود که هنگام نبرد لشکر را از قفا حمایت کنند، زیرا خطری از دره پشت حمله آوردن دشمن یقین است. در اطراف پرچم قریشیان جنگی شدید بالا گرفته، پسی هم 7 پرچم بردار آنها کشته شدند. لشکر اسلام تحت 3 پرچم از مرکز و 2 قنات حمله شدید آورده دشمن را به عقب نشینی و هزیمت وادار نمودند. در این جنگی بی امان حمزه ابن عبدالمطلب که یکی از رزماوران و تهمتنان اسلام بود کشته شد. از حمله نخستین لشکری اهل قریش رو به فرار آوردند. سپاهیان اسلام از فرار مشرکان روح بلند گشته سرگرم غنیمت گرفتن در قرارگاه ابو سفیان شدند و تعقیب دشمن را ادامه نبخشیدند. 50 تن تیراندازی دهنه کوه رو به غنیمت آوردنی همصفان خیش را دیده پنداشتند که سپاه اسلام غالب آمد و دهنه دره را ترک نموده به قول طبری گفتند دشمن هزیمت شد و مسلمانان همه غنیمت میگیرند و ما چیز نداریم، پس ما نیز بشویم به غنیمت برگرفتند. پس 30 تن از پس غنیمت بشدند و 20 تن آنجا بیستادند. در این هنگام خالد ابن ولید با دسته سواره های احتیاطی و 200 تن سپاهی به سمت دره کوهی حمله آورده آن 20 تیراندازی دهنه کوه را نابود کرد و به سری لشکری اسلام از عقبگاه فرو ریخت. ابو سفیان از این حمله آگاه شده لشکری قریش را بازگرداند و مشرکان از پیش و پس شمشیر اندر نهادند به کشتن مسلمانان و لشکری مسلمانان هزیمت می شدند و کافران غلبه می گرفتند. در این نبرد ابو بکر و عمر جراحت برداشتند. محاربه در اطراف محمد عود گرفت و عتبه ابن ابی وقاص سنگ بر سر پیغامبر صلوات الله علیه انداخت و بر لبش آمد و دندان پیشینش بشکست و خون به محاسن فرو دوید و سنگ دیگر بزد و بر میان 2 ابروش آمد و بشکست و خون بر روی او فرو دوید و روی و چشمش پری خون شد. بر اثر این جنگی شدید لشکری اسلام به 3 گروه تقسیم شده گروهی به سوی مدینه فرار نمودند، گروهی در میدان نبرد تا مجروح شدن و شهادت یافتن جنگیدند و گروهی به کوه رو آورده در آنجا پناه بردند. پیامبر در حمایت علی ابن ابو طالب و دیگر یارانش به کوه بالا رفت و خود را به دهنه شکاف رسانید. لشکری قریش از غلبه خود بسا خوشحال گشته غنیمتها را ربودند و پس از کشتن و قتل عام نمودن مسلمانان
به سمت مکه رهسپار شدند. روز دیگر محمد در مدینه مسلمانان را گرد آورده دسته تازه سپاهیان را امر نمود که به تعقیب ابو سفیان و مشرکان مکه روانه شوند. ابو سفیان از تعقیب آگاه شده پنداشت که مسلمانان با نیروی تازه قصد انتقام ستاندن دارند، به جرأت بازگشت جنگیدن نکرد. لشکر اسلام در موضع حمراء الاسد 8 میل دورتر از مدینه موقع گرفته شبانه با امر پیامبر 500 گلخن فروزان کردند. چون جانبداران ابو سفیان از جنگ نوبتی روی تافته سوی مکه رهسپار گشتند، لشکری مسلمانان نیز بعد 5 روز 14 شوال 28 مارس سال 625 به مدینه بازگشتند. تجربه تلخ جنگ احد سبق داد که بدون تأسیس لشکری مجهز سواره در نبردهای من بعد از بالای دشمنی توانا ظفر یافتن و انتشار دادن آیین اسلام در قلمرو پهناور عربستان کاری خیلی مشکل است. از این لحاظ در انتهای سال 4 هجرت یعنی سال 626 میلادی دسته لشکری سواره اسلام تأسیس داده شد که در ابتدا از 30 جنگاوری سواره، 10 جنگاوری مهاجر و 20 جنگاوری انصار عبارت بود. لشکری مسلمانان تدریجاً افزوده و نیرو گرفته در چندین غزاهای نوبتی، غزای بنی نظیر، غزای ذات الرقاع، غزای دمات الجندل، غزای بنی المستعلیق و غیره پیروز گشته در میان قبیله های مختلف عرب دین اسلام را انتشار می دادند. می توان گفت که بر اثر این غزاها نیروی سیاسی و حربی و اقتدار اقتصادی لشکری مسلمانان افزوده آنها صاحب غنیمت‌های افزونی می گشتند. مثلا تنها در غزای نزد چاه المریسه علیه قبیله بنی مستلیق 2000 اشتر، 5000 گوسفند غنیمت و بیش از 200 زن و کودک را اسیر گرفتند. در میان اسیران بره دختری زیبای پیشوای قبیله هم بود که بعد اسلام آوردن پیامبر او را جویریه نام نهاده به زنی گرفت و به خاطر این چندین اسیران را آزاد کرد. جنگ خندق یکی از جنگ‌های شدید اتحاد مشرکان مکه و دیگر ملک‌های عرب بر ضد پیروان اسلام جنگ خندق می باشد که به سال 5 هجرت راست می آید. نیروی متحده دشمنان اسلام با تحریک و دعوت قبیله یهودی بنی نظیر که آنها را برای عهد شکنی از مدینه بیرون رانده بودند، اندر همه شهرها و حیهای عرب همی رفتند و یاری همی خواستند به حرب پیغامبر. با لشکری عبارت از 10,000 مرد جنگی به سوی مدینه رهسپار گشتند. در این نبرد سپاهیان بنی قریش، بنی نظیر، بنی سلیم، بنی اسد، بنی غطفان و دیگر مشرکان و دشمنان اسلام، خلص دسته های سپاهیان سواره و پیاده مجهز
بعد آمادگی جدی به سمت مدینه حرکت کردند. پیامبر از این قضیه آگاه شده از میان پیروان خود 3000 فدایی گرد آورد و از اصحاب و مقربانش تدبیر و اصول جنگ پرسید و مشورت خواست. از میان صحابه ها سلمان پارسی که ذکرش در بالا رفت به پیامبر مصلحت داد که در سمت کشاده اطراف مدینه به خاطر پیشگیری حمله دشمنان سیرشمار خندق بکند. به قول طبری سلمان پارسی گفت: اندر شهرهای ما پارسیان چون لشکری بسیار روی بدیشان نهادی و ایشان نتوانستندی پیش باز شدن، گرد شهر اندر خندق کندندی تا سواران را راهی اندر آمدن نبودی. پس پیغامبر را این تعبیر سلمان ثواب آمد و همه یاران همچنین ثواب دیدند. پس گرداگردی مدینه گرد آمدند و خندق کندند 20 ارش درازا و 20 ارش پهنا و هر 40 ارش بده مرد دادند. از روی مشورت و نشانداد سلمان پارسی خندقی نیم دایره درازیش 6 کیلومتر کندند که شهر مدینه را از سمت غربی، شمالی و شمال شرقی احاطه کرده بود. با هدایت و سروری پیامبر زحمت گران خندق کنی از صبح تا شام ادامه یافته با آن کلی مردان قابل کار سفر برگردید. عاقبت بعد 6 روز این استحکام مدافعوی انجام یافت و سپاه 10,000 نیروهای مشترک دشمن روز 8 ذوالقعده مطابق 31 مارس سال 627 از جانب عقیقه پیش آمده در برابر خندق غیر عادی حیران و عاجز ماندند. 60 لشکری سواره متحده را که می بایست نخستین شده به مدینه حمله می آورد، این خندق پهن و عمیقی برای جنگ مقرری عرب ها بیگانه گردانیده در تاریخ با نام جنگ خندق شهرت یافت. شما گفتار 24 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.